احتیاط بولین شکت خواهی. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خروجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز می گیرند. با شما برای کار چی گویم که نگفتنم بهتر است، اما نگویم نمی شود. السلام علیکم بر کل دوستان، برادران و خواهران و کسایی که در غریبی هستید. خداوند متعال شما را در پناهش نگه دارد. دوستان عزیز، به همه شما معلوم است سرد زمستان، خصوصا امسال به نهایت زمستان در فدراسیون روسیه سخت شد و بارشاتی برف خیلی بسیار. کسایی که دوارنیکی میکنین، مقصد بسیار ویدیو کردن من درباره دوارنیکی، برادر خدمم دوارنیک شده کار میکنن، دویم تاکیدش میکنم که احتیاط کن برای سلامتی خودت. هم زیر پوتا احتیاط کن، هم توری سرتا، برای که زیر پوتا هم خطرناکه در این مومنت. توری سرتا هم که یگون گویم که یخ یگون برفی وزمین آمدن شما ممکنه. برادرای عزیز، نه تنها برای برادری خود بلکه برای همه شما ما احتیاط و تأکید میکنیم که احتیاط باشه در همه حالت. استراخوفکا ایختونا بگیرین، مقصد احتیاط کنین توشتو پرابلم برای ایختو نکنین، برای خودتون زندگی کنین. دنیا دو روزه، برای خودتون زندگی کنین. مقصد برای تأمین اهل و عائله، برای برادر و خواهر و زن و فرزند میگیم. راستی وقتی ما از دنیا گذشتیم یگون پرابلم شد، یگون مرگ حق است. مرگ کدام وقت میآید ما نمیدونیم و باید همیشه برای این مرگ آماده باشیم. خود در زمین باشیم، خود در آسمان، خود بالای کریشه باشیم، در هر کجای نباشیم باید به تقدیر تن بدیم. مرگ حق است، لیکن این معنی او را نداره که مرگ حق گفته ما چی کنیم؟ به اهمیت کنیم. اهمیت در زندگی ما، در حیات ما در نقش مهم بازی میکنه. ما باید در همه حالت برای خودمان، برای تأکید خودمان، تأمین خودمان زندگی کنیم، برای خودمان زندگی کنیم. وقتی که خدای نکنه از هم بالا میافتی، باور کن وقتی معیوب میشه، خدا نشانته معیوب شدی، نه به زن در کار میشه نه به فرزند، همه ایت رو میگردونن. برای که حاضی هیچ نمیخواه که یک پرابلم زیادتی در خونش باشه، یک معیوب باشه. به نهایت چنین انسان ها کم هستند که معیوب تا آخر عمرش نگاه کنند. برادرای عزیز، خصوصا کسایی که برای 5000 و 10,000 روبل کار میکنین، خداوند همه پولتان آشتون شود، نصیبتان کنه. نه که استراخوفکا بگیرین، احتیاط کنین، ریمین باندین تا که نلغزین، نلشپین. برای خودتان زندگی کنین. فقط دنیا این همش میگذره، روزای خوب در پیشه. پس هر یک مشکلی آسانی است و پس هر یک مشکلی آسانی است. گفته خداوند متعال دوبار تاکید کردند. البته پس مشکلی ها آسانی است با آن شرطی که ما احتیاط باشیم، با آن شرطی که ما خودمان تاکید کنیم، با آن شرطی که در همه مصیبت ها صبر کننده باشیم، با آن شرطی که با تقدیر تن داده نکی چاره های احتیاطی را برای خودمان ایمن نگاه داریم. ولی با چند نفر دیگه پیدا می شود میگه چی با که ابلشکای ویدیو تا خیلی کرد، یعنی که صورتی که در ویدیو بود. برادرها، این تنها صورت های یوتیوب قانونی خودش داره که باید ایروی همی کاور، یعنی که ایروی صورت ویدیوی ما را تماشا میکنند. اگر ما هم خیلی ویدیو را سازد کرده، سخنها را گفته
اگر ابلشکش برای اینترست مردم نکنیم، تماشا نمیکنین، گوش نمیکنین، احتیاط نمیکنین، برای همه هرچی هست با میگم خطانه تأکید کنین. زیرا این همه این روزا همه میگذره، این روزا همه گذرنده های. زمستان هم علاقه ماه فروردین هم این روز هفتم، یک هفته پس خدا خواهد باز رمضان شروع می شود. یکی بر همه حالت خطانه احتیاط کنین، برای فایده خطانه، برای جان خطانه، برای احتیاطی. هیچ کس نمیخواد که پدر و مادرش، برادرش، خواهرش، زنش، فرزندش گریان کنه. پس خواهیم که او شاد باشند، خواهیم که او خوشرو دلپرانه زندگی کنند. پس مواظب خودتان باشین. با احترام، افطار کانال کاروان عمر، سعید زاده بهروز.